Dear my fellow youth activists, همکار جوان عزیزم، ابتدا می‌خواهم از برگزار کنندگان کنفرانس تشکر کنم که فرصت سخنرانی امروز را به من دادند. نام من دکتر مهرنگ بلوچ است. من یک فعال حقوق بشر و سیاسی از بلوچستان و عضو کمیته همبستگی بلوچ هستم. سازمان سیاسی ما به طور مسالمت‌آمیز علیه نسل‌کشی بلوچ‌ها در نوامبر 2023 مبارزه می‌کند. این سازمان بزرگترین راهپیمایی در تاریخ بلوچستان و منطقه را برای اعتراض به نسل‌کشی بلوچ‌ها ترتیب داد و اکنون در حال آماده شدن برای یک گردهمایی ملی دیگر علیه نسل‌کشی بلوچ‌ها در ماه جولای هستیم. خانم‌ها و آقایان، امروز من می‌خواهم منطقه‌ای را به شما معرفی کنم که با وجود تحمل خشونت و ظلم شدید استعماری که به سرزمین مادری ما بلوچستان روا شده است، ما مردم بلوچ حتی در قرن 21 با یک نسل‌کشی وحشتناک روبرو هستیم و عمیقاً متاسفیم که جهان به مدت 7 سال است که در برابر این نسل‌کشی سکوت کرده است. Nor have anti-war advocates addressed our genocide. Today, when discussing the suffering of Baloch people, the issue of enforced... به موضوع ناپدید شدن اجباری مردم بلوچ می‌پردازیم. قربانی اصلی این ناپدید شدنها جوانان هستند، زیرا آنها شجاعانه از حقوق خود سخن می‌گویند و از سکوت در برابر ظلم خودداری می‌کنند. در نتیجه مورد هدف ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان قرار می‌گیرند و ناپدید می‌شوند. این تعداد در طول دو دهه گذشته به هزاران نفر افزایش یافته است. بسیاری از جوانان بلوچ سال‌هاست که مفقود شده‌اند و نهادهای دولتی حتی به خانواده‌های آنها اطلاع نمی‌دهند که مرده هستند یا زنده. درد ناپدید شدن‌های اجباری در بلوچستان